23 سال مقدم روز 6 نوامبر سال 1994 اولین مرتبه در تاریخ دولتداری تاجیکان کنستیتوسیای دولت صاحب استقلال تاجیکستان به صفت قانون عالی کشور از طریق رای‌پرسی عمومی خلقی، یعنی به واسطه از جانب خود خلق، با درک مسئولیت بلند در نزد نسل‌های گذشته، حاضره و آینده کشور قبول کرده شد. این سند مقدس و تقدیرساز و افاده‌گر عزم و اراده مردم راه منبع رشد و تکامل جامعه ما را معین نمود. به حیث حامی قانون اساسی، کفیل استقلالیت ملی و پایداری و بردوامی دولت، کنستیتوسیای ما همچون بیانگر تناسب واقعی همه نیروهای اجتماعی جامعه و جوابگوی منفعت‌های همه آنها بوده، چنین دولتی را بنیاد گذاشت که بجز از خدمت به مردم و عملی نمودن آرمان‌های آنها دیگر مقصد ندارد. هر یک پیشرفت جامعه ما به شرافت عمل 23 سال کنستیتوسیا به دست آمده، پیش از همه تأمین ولایت قانون نتیجه خرد و ذکاوت فطری خلق تاجیکستان است. زیرا خلق سازنده تاریخ و حیات مستقلانه هر یک دولت می باشد. اعمار دولت مستقل و پیوسته به جهان معاصر نیز ثمره تفکر و زحمت مردم شریف کشور می باشد که امروز آن را با نام تاجیکستان می شناسند و موقع آن را در مورد حل و فصل مسائل عمومی ملی احترام می کنند. ماهیت دموکراتی کنستیتوسیای تاجیکستان قبل از همه در آن اعتراف گردید که خلق همچون سرچشمه حاکمیت دولت افاده می یابد. بخش مفصل آن حقوق و آزادی انسان و شهروند را تحت تنظیم قرار داده است. اولین مراتبه در تاریخ کشور حقوق و آزادی انسان همچون ارزش عالی و زوال ناپذیر اعتراف گردیدند. ملت سربلند تاجیک در آستانه 23 سالگرد قبول کنستیتوسیا در راه آرمان و آرزوهای امروز و فردایش با استوار کامل قدم می‌گذارد. لول ما در مسیر 12 ساله آخر پیگیرانه تا به زینه دولتداری معاصر جوابگو به مقصد و مرام خلق فرهنگ سالار تاجیک رسید. استقلالیت که ابتدای دولت سازی و دولتداری معاصر ملی ما می باشد، همچون رمز عالی وطن و وطنداری برای خلق تاجیک امکان واقعی عملی نمودن آرزو و آرمان‌های گذشتگانمان را فراهم آورده، راه پیشرفت منبعده کشور عزیزمان را به سوی جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی معین نمود. صاحب استقلالی و انکشاف مستقلانه دولت در تمام ساحه‌های حیات جامعه دگرگونی‌های عمیق را روی کار آورده برای اصلاحات کلی در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انتخاب شکل نوی اداره‌کنی دولت زمینه گذاشت. استقلالیت و صاحب اختیاری در جامعه اندیشه برپا نمودن دولت حقوق بنیاد و دموکراتی، تجزیه حاکمیت، صاحب اختیاری خلق، اعتراف حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، کفالت موجودیت مالکیت خصوصی و دیگر مسئله‌های مهم دموکراتی را به وجود آورد که برای رسیدن به این هدفها و کلاً دیگرگون کردن ساخت دولتداری ضرورت قبول کنستیتوسیای نوی کشور به میان آمد. زیرا همه خوب درک می‌کردند که تنها با قبول کنستیتوسیای نو، حمایه زمینه‌های استقلال و معرفی رسمی تاجیکستان همچون دولت مستقل در عرصه بین المللی برای ماندن مناسبت‌های برابر حقوق و همکاری‌های متقابلاً سودمند با کشورهای پیشرفته عالم میسر می‌شود. امنیت ملی و دولتی و آرامی افزای جامعه تأمین می‌گردد و با همین راه پایه‌های سیاسی و حقوقی دولتی که قدم‌های نخستین خود را می‌گذاشت استوار